سلام، وقتتون بخیر. نیلوفر صابنیکی هستم و امروز میخوایم در مورد آزمون آیمد با هم صحبت کنیم. آزمون آیمد آزمونی به زبان انگلیسی هست برای ورود به رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه ایتالیا. 60 سوال داره که شما فرصت دارین توی 100 دقیقه به این 60 سوال پاسخ بدین و بر اساس امتیازی که کسب می‌کنین نمرتون از 90 نمره حساب میشه. آزمون آیمد توی چند سال اخیر تغییرات زیادی داشت، به این صورت که سال 2023 طبق آخرین تغییراتی که انجام شد 9 سوال مربوط به لاجیک و جنرال بود، 23 تا مربوط به زیست شناسی، 15 تا شیمی و 13 سوال هم مربوط به ریاضی و فیزیک بود. در صورتی که سالهای قبل تعداد سوالات لاجیک حدوداً 20 تا بود و بقیه دروس هم به نسبت کمتر بود. امتیاز شما از 90 نمره حساب میشه. بر اساس هر پاسخ درست 1.5 امتیاز میگیرید و اگر پاسخ رو اشتباه انتخاب کنید 0.4 از امتیازتون کم میشه. نمره منفی نداره، یعنی نه امتیازی به دست میارین در صورتی که سوالی رو پاسخ ندید، نه امتیازی ازتون کسر میشه. امیدوارم این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه. خوشحال میشم صفحه ما رو سابسکرایب کنید و اگر سوالی هم دارید میتونید توی تلگرام و اینستاگرام از من بپرسید و خوشحال میشم صفحه ما رو توی اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.